خب ادامه فیلم ظاهرا قطع شد و ما اینجا موندیم. کارتریج 104 سامسونگ داریم شارژ میکنیم. بخش دوم آموزشه که بعدی که تونل ریختیم درامو جا زدیم در به بغل رو باید ببندیم. بغل رو داری میبندی بچه. این آهنه که اینجا هست داخل میله که داخل به اصطلاح قرار داره، این باید درست جا بخوره. اینو شما الان ببینید اشتباه جا خورده. این سرش که اینطوریه خب داشته باشید این باید بالا باشه. یعنی چی؟ یعنی بیاد این دوتا به سر چرخنده باشه. ما فشار میدیم. الان درامو داریم جا میزنیم. خب اینو داریم سوار میکنیم. حالا اینجا ببینین این موقع که میاد داخل یه ذره با دست پایین رو اینجا رو میچرخونین که میله بچرخه. میله بچرخه این و آزاد میشه. فکر کنم بچه ها اشتباه گفتم. یه لحظه ایوه. نه درسته. اون سمت نیم دایره باید همین بالا باشه. این موقعی که اینجا جا میخوره این باید در بیاد از این و میبینی اینم این ور. ببینیم بچه ها این اگه نباشه یا سیاه میزنه تو چاپتون کامل این اتصال این ور و این ور دوتا باید یه اندازه بیرون باشه. خب الان میان قسمت بالاشو مونتاژ میکنیم. قسمت بالاش مونتاژ شد. پیچا رو میبندیم. فکر کنم یه خورده گیج شد اینا. منم گیجی توضیح دادم ولی الان یه بار دیگه بهتون میگم نکات فنی ریزشو که حواستون باشه. پس کارتریجی که داشتیم الان شارژ میکردیم کارتریج 104 بود تو دو بخش. یکی این ویدیو شماره 2 شه، ویدیو شماره 1 هم که قبل این گذاشتم. اول اونو نگاه کنیم بعد اینو. بچه ها کانال رو سابسکرایب کنیم. خب این الان شارژ شد. تمیز و مرتب و آماده. اول می‌خواستیم شارژ کنیم چیکار می‌کردیم؟ این سه تا پیچ باز می‌شد. 1 2 3. بعد سه تا پیچ این و 1 2 3. بعد این دو تا پیچ. خب تو آموزش شماره 1 دیدیم درام باز میشد، بلید خالی میشد، مخزن شارژ میشد، بعد بسته میشد و اما نکته مهم بچه‌ها اینه، این اتصال این و اتصال سمت راست این گردیه این باید درست در بیاد با فشار نه با چرخش.
که وقتی که چاپ میگیرین سیاه نزنه. موفق و پیروز باشه.